دوستان این یه دست کامله. قبلا توی پست قبلی توضیح دادیم زمانی که دندش رو میگیریم و ماهیچه‌اش جدا میکنیم اصطلاحاً بهش میگن کف دست. کف دست نسبت به رون دو تا مزیت داره. یکی این که گوشت نرمتر و با کیفیت تری رو به شما میده و از نظر مزه قطعاً لذیذتر از رونه. دومین مزیتش اینه که برعکس تصوری که مردم دارن چربی کمتری داره، چون یه قسمت از چربی دنبه به هر حال روی رون میمونه، اما روی قسمت دست اینو برگردونید لطفا نشون بدیم. ببین این چربی نیست، این بافت خود گوشت قسمت دسته و جز چربی به حساب نمیاد. پس دست یا همون کف دسته که ما آماده میکنیم نسبت به رون چربی کمتری هم دارن، استخون خیلی زیادی هم نداره، یه پارویی و یه دونه قلم که خورشتی هم در میاد.